آن حضرت اهدافش دنیا نبود، دنیا را قبول نکرد آن حضرت، بلکه آن حضرت خدمت مردم قبول کرد. و اگر به دنیا مشغول باشه به مردم نمیتونه رسیدگی بکنه، جامعه را نمیتونه تربیت بکنه، باید برای مال فکر کنه، برای مال مشوره بکنه، برای مال اداره بکنه و دلسوزی بکنه. مال نپذیرفتن و آن حضرت همین پذیرفتن که تمام غم و هم آن حضرت دلسوزی امت باشه و تا قیامت آن حضرت برنامه ریزی کردن برای من و شما، برای بشریت و انسانیت، هدایت و نجات بشریت راه نشان دادن و راهنمایی کردند و راهبری کردند. و این همه غم و هم آن حضرت همین بود که مردم چگونه نجات بگیرن، رسالت الله تعالی چگونه به جامعه برسه، جامعه هدایت بشه، مردم به عذاب قبر گرفتار نشوند، مردم به عذاب دنیا گرفتار نشوند، مردم به عذاب جهنم گرفتار نشوند، مردم به مرگ بد نمیرن، مردم به خاتمه سو گرفتار نشوند. کل غم و هم آن حضرت منافع مردمه، فایده مردمه، نجات مردمه. آن حضرت مال فرزندان خود نشدند که برای اونها برنامه ریزی بکنند، برای آینده اونها به تو برنامه ریزی داشته باشند که دارای سرمایه بشن، دارای مال بشوند، بلکه آن حضرت برنامه ریزی برای همه امت کردن، همه مسلمین کردن. وقتی دعا کردن مردم را برابر کردن با فرزندان خود، برای فرزندان خود بیشتر دعا نکردن. در صحرای عرفات که آمدن برای همه دعا کردن حضرت صلی الله علیه وسلم. آنجا اسم فرزندان نگرفتن، آنجا برای فرزندان دعای خاص نکردن، برای همه دعای خاص کردن، همه را در دعاهای خود شریک کردن، همه را اولاد و فرزندان خود دانستن، برای همه دل سوختن. ولهذا عزیزان من این درسی که این دلسوزیه که آن حضرت نشان دادم به ما، ولهذا سبب و تأثیر گذار شد در امت. و آن حضرت آخری لحظه آن حضرت از مال حساب نکردن، مالی را حساب نکردن، آمدن به نماز و نماز نگاه کردن. آخرین منظره که آن حضرت میبینه و از دنیای فانی رحلت کردن منظره نماز بود که بزرگترین رکن دینه. و عزیزان من نماز با جماعت و جماعت صحابه را تماشا کردن، دیدن و لبخندی زدن و در بستن، پرده را کشیدن پایین و داخل خانه رفتن. موقع اشراق جان به جان آفرین سپردند و به بارگاه الله تعالی رحلت کردند و به ملأ اعلی پیوستند. عزیزان من این صحابه همان طوری که آقایشون اونا را تربیت کرده بود، جهت داده بود، رخ داده بود، به همان سو حرکت کردند اینها و کامیاب شدند، موفق شدند دنیا را متحول بکنند، دنیا را دگرگون بکنند، بتپرستان را خدا پرست کنند، رهزنان را با خدا وصل کنند و رهبر بکنند، غافلان را با الله وصل کردند و ذاکر گردانیدند اونها را و گمراهان را عابد گردانیدند. عزیزان من پرچم دین بلند کردن، پرچم توحید را در دنیا و خداپرستی را که بزرگترین اصل و اصول نجات انسانه، او را در دنیا عزیزان من به دعوت دادن و تعلیم دادن و آن حضرت از دنیا رحلت کردند و رفتند.